مدتی 5 سال است تلفن ندارم، تلفنی ما رو نمیگیرن، نمره تلفن، حتی شاید نو تولد شدگیشون یا که اویش که گپ زدن نمیتونن شاید ما رو نشناسن، 6-7 ساله شدن یا که 8 ساله شدن، اونها شاید ما رو نشناسن. من حتی که همون ورقه بیگناه بودنم که هر 6 ماه میدید، حالا هم در دستم هست که مثلا پیش از اون که من متهم شم به اینکه خائن هستم یا که در یک حزب هستم، از ناحیه رودکی از مقامات داخلی اونجا برای من ورقی دارم که برای بیگناهی من برای تاجیکستان، برای کشور آوردن تا توانستیم آوردیم و برای همون بیچاره و بی‌نوا و همون کسایی هستن، البته اول از خودی ها و بعد به دیگر ها تا توانمون همین کار کردیم. اما در این هجرت اولش این که هیچ گمان نداشتیم که حکومت ظالمی رحمانوف بر بعدی صلح، بعدی آرامی، بعدی استقرار، بعدی وحدت با این خیانت شدید دست میزنند. یک عده از هموطنان ما را بعد عمر برباد حبس میکنند و یک عده دیگر بعد مهلت های طولانی حبس میکنند. این خیلی نداشتیم. شاید ما را طعن میکنند که شما چگونه سیاست مداره که این را نمیدونستید. ما خودمون در صلح، در آرامی، در وحدت صحیح میدونستیم. ما تصور میکردیم که خنده که امروز، اون گریه که بود، اون داد و فریاد، اون خانوایرونی هایی بود، اونها پایان یافتن و تبسم و خنده و خرسندی که در هر خاندانی تاجیکستان هست، ما هم همچون اسلامی ها، همچون روحانیت و سهم داریم، ما هم اونها را آورده هستیم و این را فراموش نمیکنن. ملت فراموش نمینه که این مقاماتی که امضا کردن، تعهد کردن، همون یک عهدنامه‌ای که لعنت خدا و مردم برای کسانی که چرکی ناخون میکوان در مسکو یک تعهد نوشته شده بود و عیبجویی میکنن برای جنگ ها، بیشتر برای ما نبود، برای او طرف بود که یعنی اونها را دیگر در این کار گناهکار ندونیم، برادر یک دیگر باشیم، برای که اونها ما را از خانه بیرون کردن، چیز چورای مهاجرین گرفتن، زن و فرزنداشون. من شاهدی میتم که 2 خواهر در یک خانه نکاح شدگی، در یک آدم نکاح شدگی، اپا و خواهر که بعدی اومدن باجی داشتن و مقصد که اومدن گرفتن بودن، همه چیز اینها را بودن. انمی برای اونها بود و ما مطمئن بودیم که دیگر این کار نمیشود. ما یگون لحظه نشیشتیم قصه کنیم بگیم برادر سعید مر باید من برام، باید خودت برای که این حالت به سرمون میاد. این گونه نبود. ما خودمون خائن نمیدونستیم. یعنی این تصادفی بود. ما خودمون خائن نمیدونستیم، ما خودمون خادم میدونستیم. ما فکر میکردیم که ما صحیح هستیم در این خرسندی های کشور، در این صلح، در این آرامی که اومده است، ما سهم داریم. ما این خیلی خودمون میدونستیم. یگون لحظه نبود که ما بشینیم حسابات کنیم که اکنون ما را باز رسم میکنن، باید که ما زن و کودک ما بگیریم. خدا شاهد است این گونه نشده است. در یگان جلسه، در یگان مصلحت، در یگان جای این گونه نشده است. من میگم که من زجر، عذاب درونی برای انمی کار کشیده استم. دیگر برادرها جای خودشون دارن، اما برای همین برادر سعید و حسینی که ما هم سفر هم ما شیطانی خودمون یک جای سنگ زدگیم، قطعا در طواف خانه خدا را یک جای کردیم، 2 مراتب 3 مراتب یک جای، 10 مراتب عمره کردیم. ما یک دیگر بین صفا و مروه با او دویدگی هستیم، دعا کردیم در کشور. اما این سفر او بود به تنها گرفت، من را نبرد است. من معنوی روحی عذاب میکشم. بگذار هر کس چیزی فکر میکند، این چیزی است که من احساس میکنم، این عذاب میکشم. اما امروز در اینجا اومدم
فکر میکنم که باید یگان کار را انجام بدم. مسئولیت خود در چی میبینید در اینجا در این قدر عذاب و مثلا اذیتی که شما در حقیقت من مقصدم همین اینترویو همین برادر عزیز که همین مردم همین دلش نواز کنند در پیش مردم بگن که این ما همه کسا این مردم مثلا ایش مهاجر شده گیان ایش خانه و درش گرفته گیان ایش عذاب و اذیت داده گیان این مردم دلاش نهوی بکنن برای ملت هم خیلی آسان ساده کرده به هر طوری که میتونن بفهمونن که چی خیانت در سر همین ملت در سر همین برادر شده گیان. براستی گفتم که هیچ محل این احساس را نمی کردیم که ما به خائن بودن متهم میشیم و یک عده ما را میگیرن حبس میکنن بالای ما پرونده های جنایی میکشاین. در این توقع نبودیم و ما افتخار میکردیم از این سال از این آرامی آوردن. حتی که برای من شخصا 2 دیپلم داشتم برای کار کردن در یگان مقامات یا که در یگان وزارت اینها تلاش این را هم نداشتیم با وجودی که میگفتن اینها منصب تلاش دیگر هستن، اینها همش تهمت بودن، اینها همش دروغ بودن. ما همون کار خودمون بلاگی همون حزب همون مردم بود دیگه، یک چیز دیگر نبود. و اینکه برآمدیم از اینجا اصلا من بیماری دل داشتم و برای یعنی قبل از آن که بعد از همین انتخابات 2015 خیلی مشکلاتی به سر من اومد. سر من نوردین همه میشناسنش در مسکو میخوند در اکادمی علوم مسکو شیفچنکو از اونجا میخوند و او در اونجا با یک عده از جوانهای تاجیکستان من نمیدونم اونها حالا با 24 و با دیگر چیز مشهور شدن، اونها همون آرزوی خودشون همون جوانهای روس میدیدن، همون جوانهای کویت و خب خلیج و دیگر جاها رو میدیدن، آرزو داشتن که باید ما هم خیلی زندگی کنیم. یعنی یک آرزوهای خودشون نشون دادن که خیلی باشیم. اونها در همین فکر بودن. وقتی یگان ویدیو کردن یگان چیزی کردن در یگان چیزی نشون دادن اومدن من یک 10 بار فریادم کردم، امنیت تاجیکستان فریادم کرد، ثبتی اونها رو آورد. من این کار نکردم، گفتم ها این همی بچه من است. اما این که او این گپا را گفته است من نمیدونم، باید آورده شود، باید پرسیده شود. من که بچه من در یک حزب یا که در یک فرقه خب برای کشورم ضرر آور برود، من خود من مقصر میدونم، کمبودی میدونم که نتونستم اون را تربیتش بکنم. اما من اینجا دیده ایستادم که اینها دیگر چیز گفته ایستن، اینها آرزو و تمنیات خودشون طلب دارن که باید نمیخیل باشیم. وقتی همین کارها را کردن نه اینم سبب نشده بود ما زن تبایا بپرسیم، چای نوردین بپرسیم، زنی نوردین بپرسیم، دیگه شب بپرسیم. من همین ها را تا ما گفتم که نه من اجازه نمیدم، او که عیب کرده است بگیره بیارش. من خودم همچون نهضتی که اگر مخالف نظری من باشد من با او مخالفت میکنم گفتم، لیکن این را نادیده باز همین فشارها هم زایش نمید. لیکن من از این فشارها بیرون نبرم. من در قرقیزستان برای اپراتسی که کرده بودم در روسیه برای سری سال شده باید که یک معاینه میشه. روسیه نتونستم رفته برای اینکه نمیدونم چی کاری بود که اونجا نشیده. دوستایم که در قرقیزستان بودن گفتن که بیا در همین همون دستگاه ها هستن یک بار این نظر میگذرونی. من وقتی در قرقیزستان اومدم یک سفر داشتم مسکو رفتم. این مسکو کویت یک سمینار بود، یک چی جوانو بود اونجا دعوتم کردن، یک 15 روز یا 2 هفته در اونجا ایستادم. از اونجا گشت اومدم ترکیه، از استانبول من رئیس حزب در اونجا دیدم، با اونها صحبت کردیم. من بشکک اومدم و از بشکک باید میرفتم تاجیکستان. لیکن وقتی در بشکک اومدم که همون 1 شب یا 2 شب ایستادیم در همون جندگی، یکی همین خیلی توفالنگ برمد در رسانه ها که در اونجا آشوبی حاج حلیم شده است و دیگر شده است. دیگه من نرفتم. من بیلیت داشتم برای رفتنم به دوشنبه، آماده بودم که شب مهمانی چند تا تاجیکایی که در اونجا کار میکنن مهمون در خونه کدمیشو بودیم، در بسیاری بودیم. یکی گفتن که یه بچه‌ای این نبینه در خبرهای تری اومده است. من روزی نمیدونم چیه بود که روز دوشنبه باید که من میرفتم، دیگه نرفتم. گفتن که کوی همین کار سوز شود بعد بریم که یا 2 روز که بیسیم چی گپ میشه چی گپ نمیشه که اون دفتر حزب بستن و مثلا گرفتن دیگر ها اینها شروع شد دیگه.
خب دیگر ما کودکا رو گفتیم که دیگر اکن نبستیم، ما اومده نمیتونیم، اگر بخور فوراتو بستی نه فوراتو بیاین همین به همین بشکه که بیایی با پاسپورت های خارجی با گذرگاه های ایرپورت بدون یگان کسی که اونها رو تعقیب کند، یگان کس مثلا چی کند، همین خیلی آزاد گذاشتن اومدن، یگان کس تعقیب نکرد اینا را. یعنی در بالای ما یگان جنایت نبود، اون وقت گرفته بودن برادرها را این طریق تعقیب باشد که اینها را جنایت کنن برای نیر، یعنی رسمی برمدن، این نیست که با راه پناهی و دیگرش اومدن با اینجا. بعد از اون در پشتی ما گپ برمد که اینها خوینن. من حتی که همون ورقه بیگناه بودنم که هر 6 ماه میدید، حالا هم در دستم هست که مثلا پیش از اون که من متهم شم به اینکه خائن هستم یا که در یک حزب هستم، از ناحیه رودکی از مقامات داخلی اونجا برای من ورقی دارم که برای بیگناهی من، یعنی جنایت نداشتنی من همراه ما هر یک 6 ماه اونها رو میگرفتیم، همراه میگرفتیم. اون در حالم دستی من هست. وقتی که در ایرپورت می اومدم، وقتی که در ایرپورت روسیه یا اینکه در قزاقستان یا در بشکک که در اینها نشون میدادم که این من نیوینونی گفتگی بود یا که یک چی بود، یعنی گناه نداشتن امو همراه هم بود. این خیلی نبود که بیاگم برنامه گرفته باشم که اینا که ما را گرفته میشود باید ما بروی ما دیگر بگیریم. این گونه نیست، باید هموطنان ما را بدونن. من این را برای خودم مشکل میدونم که حالا هم برای خودم جوابش ندارم که چرا من همون جا بدم برمدم و برادری من به من سفر را کرد است که یگان سفر به من نبود، در داخل کشور، در خارج، در همه جاها یک جا بودیم. یعنی شما نابودن اون شخص احساس میکنین؟ نابودن او را احساس میکنم و اون چیزی که خودم حالا جوابش نیافتم که چوا من در بیرونم و اونها در ترمه هستن، برای اینم جواب ندارم. فقط یگانه برای خودم مسئولیت میدونم که یعنی حقوق از لحاظ حقوقی هم که برای بیگناهی اونها من تلاش بکنم. حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بند است، ما با او کار ندارم، اما شخصا برای بیگناهی این که اونها بیگناه هستن این حقوق را دارم. این حقوق را برای من میتید که در سازمان های حقوق جهانی در هر منطقه‌ای که هستم من تلاش خدمت بکنم که اون برادرای من بیگناه هستن و این حق را دارم و این حق میدونم. اگر نکنم این کار را خدمت گناهکار میدونم در برابر ایمانم، عقیدم، در برابر حقوق برادران که دارن. تشکر زیاد. در حقیقت انتظار نداشتم که صحبت چنین احساسی میشود، اما انشالله که یگان سوالی ما شما رو ناراحت نکرده باشد، چون که صحبت بدون پرده که بود. میخواستم که همه سوالایی که مثلا مردم فکرش دارن از مردم، مثلا امروز یک نفر همین سوال مطرح کرده بود و همه سوالایی که برادرها مثلا صحبت میکنن یا اینکه شنیدم و چیزی که میدونستم از شما پرسیدم که مثلا مردم حقیقتش بدونن. تشکر زیاد. من هم خیلی همون گونه که در ابتدا گفتم باز هم تشکر و قدردانی من از این زحمت های شما و بینندگان تقدیم میدارم. حالا هر کس هر چیزی که حالا گفتن که در دبی تجارت داشته دستی بیزنس می دستی و حالا هم که باز این گونه از خبرها است که با همه اهل اولاد ما برآمدیم. هر کس هر چیزی که میگوید حق دارن. این دنیا هست، جامعه هست و از یک لحاظ دنیا اومد از کوچک مثل یک قشلاق شد، از لحاظ دیگر بشریت نفوسش سایش از فکرها، اندیشه ها، کار و بار همه. خب این چیزی طبیعی است و حق هر یک کس است که این چیزها را باید. اما اون چیزی که من خودم میدونم برای برادرهام، برای هموطنام، برای خویش تبار نزدیکام، ما خویش تبار زیاد نزدیکای زیاد برادر زیاد داریم که هر روز مشکلات به سرشو هست. لیکن من امروز اگر 2015 برام باشم تا حالا من برای اونها یک بار زنگ تلفن نکردم، با هم روش صحبت نکردم، با من صحبت نکردن و هر لحظه هم میگوین که با ما صحبت نکنید. من حالا کلانترینی قوم هستم در از لحاظ سین سال دیگه. اگر یگان ینگازنی امکی و این هم کلان سالتر از من باشد امروز منم، لیکن به یگان نزدیکامون، به یگان
زیر تابی همون مدتی 5 سال است تلفن ندارم، تلفن ما را نمیگیرن، نمره تلفن حتی شاید نو تولد شدگیشون یا که اویش که گپ زدن نمیتونن شاید ما را نشناسن، 6 7 ساله شدن یا که 8 ساله شدن، اونها شاید ما را نشناسن. هجرتی مثل هجرتی پیشکی مثلا طرفای مینوسا و پلوسای خچه داره. بله، مقصد که اونها همین خیلی هستن، در مشکلات هستن برای من، لیکن من واقعیت رو میگم که با اونها تماس ندارم، با من گفتگوزار ندارن. خب همین خیلی هستن، اما دیگر کدام هایی که دیگر برا اومدن و بعدن اینها دیگر اونها رو برای اونها مشکلات بود که اونهاش دیگر با برا اومدن. مثلا تصور کن که یک دادر من در روسیه است، با فامیلای مغنیوف میسن، وقتی که برای اقامه دائمی داد، یعنی چی میگنش؟ ویت نجیتلستو، وقتی که مهلتش تیار شد باید که برای او اقامه دائمی یا که شهروندی میدادن، وقتی فامیلش برآمد در کامپیوتر دیدن، اونا گفتن ما برای تو دادن نمیتونیم. این میگه هستیم ما درباره یگان عیب نیست، گناه نیست، لیکن اگر حکومت تاجیکستان طلب کنه ما میتونیم که تو را برگردونیم. این مشکلات است، من در مشکلات گرفتارم. خیلی نیست که ما اومده باشیم. یعنی شما اگر حالا من نمیدونم، اگر چه خیلی بفهمونم، اگر نقطه بلند این همیجا باشد، این همیجا اکن نقطه بلند است، ریزایی. حالا من نمیدونم که برادرهای ما، هموطنهای ما را چی فکر میکنن، همچون شخصیت، چون روحانی، یک مقامی درجه بالا و این پایان است هموطنهای عادی ما. اگر همین را حرکت بدیم، کدام اینها بیشتر میدان حرکت کردن دارن؟ اون برادرها آزاد هستن، مردمی ما مشکلات دارن اما آزاد هستن. اما ریزایی اگر هر قدری که در اینجا باشد، از اینجا کرده مجال حرکتش کمتر است. اگر در این با این نقطه که تشکر میگم، اگر با این ذروه با این مقام بلند من جا داده باشن، باید بدونن که در گیرد خودم دور میزنم. مجالم این میجا است، هم از لحاظ فکریم، مسئولیتیم که آیا من برای این که اومدم اینجا جوابش نمیام که درست است یا نادرست است، از این لحاظ، از لحاظ مسئولیتیم که در برابر وطنم، در برابر هم مسلکانم، برادرانم، نزدیکانم ادا کرده میتونم یا نمیتونم، من در گیرد خودم چرخ زده ایستادم. یعنی من جای میدان حرکتم، اودیتوری حرکتی من امی گیرد خودم، امی قدر حرکت. اما برادرهای ما هر چقدر که پایم نستن، مجال حرکتشون فضاشو زایدتر است. بنابر همین هر چی که اونها فکر میکنن من برای اونها حق میتم و دعا میکنیم که اونها هم خداوند فکری درست داشته باشن نسبت ما و ما را هم خداوند توانایی این را بتوند که بتونیم که از تاجیکستان برای تاجیکستان برمدیم، همون چیز را انجام داده بتونیم. خب شما که در حقیقت امین بسیار یک گپ خوب مطرح کردین که شما از تاجیکستان برای تاجیکستان برآمدین و همین سوال در یاد اومد که من همین سوال از شما بکنم. در حقیقت خیلی صحبت خوب بود، تشکر زیاد. و باز هم برای بینندگان عزیز میگم که بینندگان عزیز، هر یک نفری که گپ دارد، هر یک نفری که غم دارد، هر یک نفری که میخواهد که فکری او را یک شخص بشنوه، کامیرای منوچهر کوهستانی آماده است در هر زمان، در هر مکان که با اون نفر صحبت بکنه. و میخوام که داملوی عزیز آخران نصیحت خود برای ملت بکنن و به همین انشاءالله که اینترویو خود به انجام میرسونیم. سلامت باشید. خیلی صحبت خوب بود. من راستی فکر کنم از همین شیوه گپزنی خودت که خیال کردم در تاجیکستان گپ زده ایستادم و البته این گپ ها هم برای تاجیکستان و هموطنهای تاجیکستانی مو بود. برای این ساده و با همین شیوه صحبت کردم.